5 تا از مزیت‌های شگفت‌انگیز شکست‌هایی که تو مسیر ثروتمند شدن می‌خوری. سلام رفقا، خوش اومدیم به چنل موفق شو. بدون هیچ مقدمه‌ای میخوام برم سر اصل مطلب. خب ببینید، ثروتمند شدن تو زندگی خب یه هدف بزرگ و جذاب تقریبا برای همه افراد. خب یعنی همه دوست دارن به ثروت برسن توی زندگی. خب تو ویدیوهای قبلی مفصل درباره موضوع صحبت کردیم. امروز میخوام درباره شکست هایی که تو این مسیر ثروتمند شدن میخوریم صحبت کنم. خب ببینید، برای ثروتمند شدن ما نیاز به تلاش داریم، نیاز به برنامه ریزی داریم، نیاز به ریسک پذیری داریم و به خصوص نیاز به صبر. خب یعنی باید اینو بدونیم که 2 روزه نمیشه به ثروتمند شدن رسید. خب باید صبر خیلی زیادی داشته باشیم تو این مسیر. و همچنین نکته مهمتر و چیزی که بحث امروزمون هست اینه که ما باید با شکست ها و مشکلات زیادی که تو این مسیر روبرو میشیم که حالا ممکنه اعتماد به نفس یا انگیزه یا امید ما رو تحت تاثیر قرار بده مواجه میشیم. خب ببینید، شکست ها تو مسیر ثروتمند شدن خب قابل اجتناب نیستن، یعنی ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. خب بالاخره پیش میاد یه جایی. حتی افراد موفق و مشهور خب اونها هم تو زندگی خودشون اولای راه با شکست‌های سختی مواجه شدن. خب برای مثال استیو جابز رو میخوایم صحبت کنیم دربارش که بنیانگذار اپل هست. خب اون تو تقریبا جوانیش از دانشگاه اخراج شد. خب در ادامه از شرکت خودش بیرون رانده شد در واقع، و بعد سرطان گرفت و با سرطان مبارزه کرد و اون با این همه شکست تو زندگیش از شکست‌های خودش درس گرفت. خب و تسلیم اون شکست ها نشد، از شکست‌هاش دست گرفت و همینجور به تلاشش ادامه داد و یکی از بزرگترین نوآوران دنیا تبدیل شد. یا یه نمونه دیگه مثلا بیل گیتس خب که بنیانگذار مایکروسافت هست که اولین کسب و کار خودش رو که شروع کرد با شکست مواجه شد. خب و همون موقع هم از دانشگاه هاروارد کناره‌گیری کرد. اما در ادامه خیلی تلاش کرد و همینجور از شکست‌هاش درس گرفت و بعداً حالا با ایجاد ویندوز و غیره یکی از پرفروش‌ترین محصولات جهان رو تولید کرد و دیگه از ثروتمندترین افراد دنیا شد. خب این 2 تا مثالی بود از شکست افراد موفقی که تو جهان هستند. خب که بدونید که بزرگترین افراد هم شکست‌هایی دارن تو زندگیشون و اصلا تا شکست نخوری نمیتونی به موفقیت برسی. خب ببینید، اینجوره که میگیم که تنها خب اون کسایی که شجاعانه به استقبال شکست ها میرن میتونن موفق شند. خب ما باید به استقبال شکست ها بریم تو زندگیمون. حالا اگرچه بهمون یاد دادن که مثلا تا حد ممکن باید جلو شکست ها رو بگیریم و از شکست خوردن اجتناب کنیم و اینا، ولی همین شکست هایی که ما تو زندگی میخوریم خیلی مزایای زیادی برای ما داره. خب که باعث میشه ما از مثلا از پله قبلمون بتونیم بالاتر بریم و از اون شکستمون به قول معروف درس بگیریم. خب الان ما میخوایم درباره اون 5 تا مزیت شکست ها با هم صحبت کنیم. خب ببینید، ناپلئون هیل خب نویسنده مشهور آمریکایی هست. خب اون توی یکی از کتاب‌های پرفروشش
که اسمش چی بود؟ بیاندیشید و ثروتمند شوید بود. خب تو اون میگه که هر شکستی، خب هر شکستی، هر حادثه تلخی یا هر چیزی تو دلش یه مزایایی رو پنهان کرده و از که اون مزایا از رنج‌ها و دردهایی که ناشی از اون شکسته بیشتره. خب یعنی اون مزایایی که مثلا یه شکست میتونه داشته باشه، شاید به مراتب از رنج‌های اون شکست بیشتر باشه. خب ببینید ما همه انسان ها، ذات انسان اینجوره. خب همه ما دوست داریم مثلا قبل از اینکه تلخی شکست رو تجربه کنیم به اون موفقیت برسیم. خب یعنی قبل از اینکه هیچ شکستی بخوریم میخوایم که به اون موفقیت اول برسیم بدون شکست و همیشه دوست داریم که موفقیت های مثلا افراد مشهور رو بشنویم و اصلا ما به این فکر نمی کنیم که پشت این موفقیت حالا خدا میدونه چه شکست هایی، چه زمین خوردن هایی وجود داشته. خب اینجور بگم که ببینید ما بخوایم یا نخوایم شکست بخش جدایی ناپذیر همه مسیرهایی که ما برای رسیدن به اون هدف هامون طی میکنیم. خب همه ما حالا تو این مسیر با شکست های کم یا زیاد بالاخره مواجه میشیم. خب و حالا مسئله مهم کجاه؟ مسئله مهم اینجایه که ما هنوز نمیدونیم چطور باید با اون شکست هامون مواجه بشیم. خب ببینید دقیقا همون چیزی که گفتم، ما اون چیزی که اصلا بهش توجه نمی کنیم اینه که اون شکست اگرچه ما رو ناراحت میکنه ولی خیلی مزایا پشتش هست. خب این یه دونه از چی بود؟ مزایای اون شکست ها. خب یکی دیگه از اون مزیت ها مثلا میگیم که همون درس گرفتن. خب شکست مثل معلم میمونه برای ما. خب شکست تو نگاه اول تلخ و آزاردهنده است برای همه، ولی قطعاً یه آموزگار توانمند و شایسته است. خب ببینید ما وقتی شکست میخوریم، حالا چه در مثلا محل کارمون، چه مثلا تو امور مالی یا حالا تو روابط عاطفی که داریم و غیره، وقتی شکست میخوریم دقیقاً نمیدونیم که باید چی کار انجام بدیم. خب با اینکه این شکست ها وقتی قشنگ بهش فکر کنیم میفهمیم که آقا این راهی که من الان اومدم برای که اینجا رسیدم این راه غلط بوده، پس تو کارهای بعدی دیگه این راهو نمیرم. خب چون درس میگیرم و تجربه میشه برام. درست شد؟ یکی دیگه از مزیت ها اینه که اون شکستی که ما میخوریم یه اشتیاقی رو تو ما پرورش میده. خب ببینید بزرگترین دشمن موفقیت رضایت داشتن از وضع موجوده. خب یعنی ما از وضعی که همین الان توش هستیم اگر راضی باشیم دیگه تلاش نمی کنیم که به جاهای بالاتر برسیم. خب همیشه باید ناراضی باشیم از این جایی که الان هستیم. خب که این اشتیاقه تو ما شکل بگیره که ما بیشتر تلاش کنیم، اشتیاق داشته باشیم که بیشتر تلاش کنیم و به جاهای بالاتر برسیم. خب یکی دیگه از اون مزیت ها اینه که شکست هایی که ما میخوریم یه شخصیت قوی تری رو برای ما به ارمغان میاره. خب ببینید وقتی اوضاع همه چی بر وفق مراد باشه همه میتونن ژست قهرمان بودن بگیرن و فلان بگن من خیلی آدم موفقیم. خب
اما وقتی یه مانعی سر راهمون سبز میشه چی؟ آیا بازم میتونیم لبخند بزنیم و مثلا ژست بگیریم که آقا من موفقم؟ آره نمیتونیم. خب ببینید ناکامی ها خب و شکست هایی که ما تو زندگی میخوریم موقعیت هایی هستن که توشون باید حالا صبوری، مثلا ابراز احساسات و غیره به صورت صحیح شکل بگیره. خب یعنی باید ما مثلا یه شکستی که خوردیم یه احساساتی رو مثلا از خودمون بروز بدیم که مثلا چطور بگم، باید یه رفتار خاصی رو متناسب با اون شکست ما از خودمون نشون بدیم. خب اوکی. خب ببینید یکی دیگه از اون در واقع مزیت‌های شکست خوردن اینه که شکست خوردن خلاقیت ما رو شکوفا میکنه. خب یه زمانی آلبرت انیشتین یه سخنی گفت که دیوانگی یعنی یه کاری و بارها به یه روش ثابت و تکراری انجام بدیم و انتظار داشته باشیم که حالا نتایج متفاوتی به دست بیاریم. اوکی شد؟ یعنی یه کاری رو مثلا یه کار تکراری رو انجام بدیم و توقع داشته باشیم که یه نتیجه متفاوت به دست بیاد. خب و حالا اینجا چی میشه؟ اون شکسته ما رو از این دیوونگی رها میکنه. چرا؟ چون اون شکسته به ما نشون میده که چی؟ آقا این راهی که انتخاب کردیم اشتباهه. خب و اینجایی که ما یه مکسی میکنیم و سعی میکنیم که چی؟ گام هامونو اصلاح کنیم و تو قدم های بعدیمون تجدید نظر کنیم. خب و این میشه که حالا تو این شرایط وقتی به نتیجه نمیرسیم به دنبال راه های جدیدیم. خب به دنبال ایده های جدید میریم، به دنبال راه هایی که تا حالا نرفتیم میریم. خب و اینجور میشه که ما اون قدرت ریسک پذیریمون بیشتر میشه، بیشتر ریسک میکنیم و برای رسیدن به نتیجه هر خطری رو به جون میخریم و حاضریم اونو امتحان کنیم. خب حالا من میخوام بحثمون همینجا ببندم چون دیگه بیشتر گیج میشید. خب همینجا یه مروری میکنم بر همه اون چیزهایی که توضیح دادم. خب ما میگیم چی؟ آقا شکست ها تو مسیر خیلی مزایا دارن. یعنی ما وقتی توی مسیرمون شکست میخوریم نباید ناامید بشیم و اون کارمون رو کنار بذاریم. خب ما میخوایم ثروتمند شیم و تلاش میکنیم. حالا تو این راه یه موانعی پیش میاد و همچنین اون شکست هایی که ما مواجهش میشیم شاید خیلی ما رو ناراحت کنه. خب ولی ما باید از اون شکست هایی که خوردیم درس عبرت بگیریم و یه جورایی اون راه رو که قبلا رفتیم و نریم. خب و یک راه جدید رو امتحان کنیم. شاید مثلا این راهی که ما داشتیم میرفتیم به درآمد مثلا به ثروت میرسیدیم ولی آنچنان نبود. وقتی شکستی مواجه میشیم ما راهمون رو عوض میکنیم و شاید اون راه جدید ما رو به درآمدهای خیلی بالاتر برسونه. خب تو ویدیوهای بعدی همراه من باش. باز هم میخوایم درباره موفقیت با هم صحبت کنیم.